تا به حال فکر کرده اید که چرا حیاتی ترین ماده جهان هیچ طعم، بو و رنگی ندارد؟ ما گاهی از نداشته هایمان گله می کنیم، اما در دنیای آب این نداشتنها بزرگترین دارایی ماست. اگر آب فقط یک رنگ یا طعم ساده داشت، نظم زندگی ما در تمام ابعاد به هم می ریخت. بیایید ببینیم این سادگی آب چه حکمت پیچیده‌ای پشت خود دارد. آب یک حلال بی‌نظیر است، یعنی با هر چیزی ترکیب می شود. اما خداوند آن را بی طعم آفرید. چرا؟ اگر آب مثلا کمی شیرین یا تلخ بود، ما هرگز نمی توانستیم طعم واقعی میوه ها، غذاها و دمنوش ها را بفهمیم. همه چیز طعم آب را می گرفت. از آن مهمتر، نوشیدن مدام یک مایع طعمدار برای بدن غیرقابل تحمل می شد و زندگی برای ما خیلی دشوار می شد. بی طعمی آب یعنی اجازه دادن به تنوع طعمها در تمام جهان. سبحان الله. فکر کنید اگر آب بوی خاصی داشت چه می شد؟ ما با آب بدن، لباس و خانه هایمان را می شویم. اگر آب بو داشت، تمام دنیای ما دائم همان یک بو را می داد. آن وقت حس بویایی ما خیلی زود اشباع می شد و دیگر نه بوی خوش گلها را می فهمیدیم و نه بوی خطراتی مثل دود و گاز را. خداوند آب را بیبو آفرید تا مشام تو همیشه برای درک شگفتی ها و حقایق جهان بیدار بماند. چرا آب شفاف است؟ این یک مهندسی حیاتی در آفرینش است. اگر آب ذره رنگ داشت، مثلا شیری یا تیره بود، نور خورشید نمی توانست به اعماق اقیانوس ها نفوذ کند. نتیجه، تمام گیاهان دریایی می مردند، اکسیژن زمین تمام می شد و تمام جانداران منقرض می شدند. بیرنگی آب یعنی اجازه دادن به فتوسنتز و جریان یافتن زندگی در دل اقیانوس ها. چرا آب دریاها شور است؟ اگر اقیانوس ها با این همه موجود زنده شیرین بودند، آب خیلی زود فاسد و متعفن می شد. نمک مثل یک ضدعفونی کننده جهانی عمل می کند که اقیانوس را از گندیدن محافظت می کند. اما معجزه اصلی اینجاست. همین آب شور با آفتاب بخار می شود و تمام نمک ها را در زمین می گذارد تا به صورت باران شیرین